دوستان عزیز، جماعت ما در شهر اولم در برگر هاوس قرار دارد، جای گرفته. همینجا می توانید دما یک بار ناپرسیده به ترمین مرحمت ساعتای 1 بیایید تا ساعت 3 جای داریم برای فرزندانتان، برای نشسته غذا خوردنتان، یا اگر میخواهید مردا جدا زنا جدا بشینن گپ بزنن خنده کنن، فرزندا این زبان با گپ زدنتون یاد بگیرن، به همه شرایط آماده کرد. خب دوستان عزیز، وقتی اینجا میبیایید هیچ کس برای شما خدمتکار نیست. خودتون با خودتون چای دم میکنید، بعد از پشتش جمع میکنید. برای فرزندانتون یکم حرفی یاد دادنی هستید، جایی هست که نوشته میکنید، بچه یاد میگیرن. مثلا شوهر من برای بچه من فارسی نوشته کردن رو یاد میدهد، چون که از افغانستان است. خوب شما هم میتوانید تشریف آورید اینجا برای فرزندتان، برای خودتان کدوم فایده‌ناک کارو انجام دهید. اما وقتی که زمستان می شود، در بیرون سردی می شود، اگر می خواهید ما می توانیم هر ماه 2 بار جمع شویم برای فرزندانمان بشینیم گپ بزنیم. جایی باشد که در داخل باشد، مرحمت بچه می توانند یکم چیزا بازی کنند، مثلا مادرشان کدوم چیزایی برای خوردن بیارن بشینند. یعنی هر کس هستیم در نزد دیگر ملت ها، ما هم باید خودمون را نشان دهیم. در کشور آلمان 120 تا 1000 تا ملت ها هستند، هزاران جماعت ها هستند، اما یگانه فارسی زبانان یکم اهل نیستند. یعنی اتفاق ندارم. من این رو در 8 سال ندیدم، خودم شروع کردم. بیایید شما با ما باشید و فعال باشید.